حالا که گرون شده با کیفیت ترش رو توی خونه درست میکنیم. شیر ولن رو همراه شکر و پودر خمیرمایه مخلوط میکنیم. 10 دقیقه کنار میذاریم تا خمیرمایه فعال شه. به 500 گرم آرد 1 لیوان آب ولن، کمی نمک و خمیرمایه فعال شده رو اضافه کرده و هم میزنیم. با دستتون ورز بدین تا خمیر کاملا جمع شه. بعد هم نصف لیوان روغن مایه رو بهش اضافه کرده و حدود 10 دقیقه دیگه اون رو ورز بدید تا یک خمیر لطیف و یک دستی به دست بیاد. روی تلفن بکشید و حدود 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم توی جای گرم نگهداری کنید تا حجم خمیر 2 برابر شه. بعد هم کمی ورزش بدید تا پف اضافهش بخوابه و به 7 قسمت تقسیمش کنید. اگه دوست دارین نون باگت قلمی داشته باشید، طبق تصویر به حالت بیضی پهنش کنید، از کنارها جمع کنید و رولش کنید. هر بار که اونو رول میکنید با دستتون فشار بدید تا لایه ها به هم دیگه بچسبه و زمان پخت از هم دیگه باز نشه. لایه آخر رو هم کاملا فیکس کنید که باز نشه. بعد هم طبق تصویر با دستتون اون رو ورز بدین. برای نون باگت گرد چونه ها رو به همین صورتی که توی تصویر میبینید داخل فر میذاریم تا بپزه. خمیرها رو داخل سینی فر بشینید، روش پارچه بکشید و حدود نیم ساعت بهش استراحت بدید تا دوباره حجمش 2 برابر بشه. کمی آب روش اسپری کنید. اگه دوست داشتین روش دونه های کنجد بپاشین. داخل فری که از قبل با دمای 200 درجه سانتیگراد گرم شده به مدت 10 دقیقه بذارید تا کاملا بپزه. من با حدود 500 گرم آرد 7 نون باگت رو درست کردم. نوش جان.